شما پیغمبر قبول داری، خب پیغمبر نشناختی، فقط میگی امتی کیستی؟ محمد رسول الله. خب محمد رسول الله کیست؟ چی کارا انجام داده؟ چی رقم نماز خوانده؟ چی معامله کرده؟ نشناختی. قرائن نمیتور مانده به امتی پیغمبر هستم، چی رقم امت هستی؟ به مردم خود پیغمبر معرفی کنیم، امتیت معرفی کنیم که امت وقتی میشیم که در هر خرد و کلان زندگی خود پابند نقش قدم کی باشیم؟ پیغمبر صلی الله علیه و این وقتی حاصل میشه که ما در پایه درس کی؟ حدیث پیغمبر بشینیم که تعلیمات پیغمبر به ما گفته شود. او وقت میشه تبلیغات علیه ما شده بوده، ما بیرقا را در داده بودم، اوی که چی شده بود؟ بوجا را پر کرده بود، یک دم گل و خاک در شیشته بود. مردم آوازه کردن مولوی صاحب چی در داد؟ قرآن کریم در داد. ما بدعتا را، رسم و رواجا را منع کرده بود و مردم گفته بود مولوی صاحب خیراتا را منع کرده. ما دعای بدعتی را منع کرده بودم و گفتن دعا را منع کرده. ما ذکر بدعتی را منع کرده بودم و چی گفتن؟ ذکر را منع کرده. میگه ما زیارتای بدعتی را منع کرده بودیم، آدابش بیان کردیم و گفتن چیست؟ زیارت قبول نداره. ما گفتیم ولی الله شده نمیتونه و گفتن این اولیاء را قبول، کرامت قبول. اینی گپا است. خب الحمدلله CD ها و کست ها را مردم میشنوه که گپا وجود نداره. خب به مردم همینطور است. آلی تبلیغات علیه احمد چی میشه؟ مولوی صاحبا بدون از اینکه تحقیق کنه گله دارم از پیشش، گله به خاطری دارم که مرم میشناسه، قطمم روبرو میشه، ولی بازم به مردم میگه که مولوی متوکل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را لعنت میگه، بد میگه، مذهب بد میگه، فقره چی؟ هیچ قبول نداره. اینی تبلیغات میکنن. ببینید چقدر تهمت ناحق است. این شیوه کی بود؟ خاصیت کی بود؟ یهود بود که در مجلس حاضر شدی باز گپ غلط بردی، تو به الله چی جواب میگی؟ خیر است در مقابل ما تبلیغات کنن، برای ما چیزی زیان میرسه؟ عزت و ذلت در اختیار کیست؟ الله اگر مرا عزت بده، به الله قسم که کل جهان جمع شود، مرا به عزت کده میتونه؟ نمیتونه. ما عقیده دارم اگر الله مرا ذلیل بکنه الله نخواسته باشه که ما حقایق پنهان کنیم، دین پنهان کنیم، در او صورت یقینا الله آدم از ذلت میده. باز کل جهان بخیزه ما را عزت داده میتونه؟ نمیتونه. خو لیکن لا اقل یک سنجش خو بکار است. قرآن کتاب الله را شنیدی، تو در مجلس دیگه کدام حقایق باید بیان بکنی؟ نشو مثل یهودواره. یکی از خباثت های یهود همی بود که در مجلس پیغمبر حاضر میشد، لیکن پس که او طرف میرفتن گپای درفشان پیغمبر نعوذ بالله زهر جور میکرد به مردم. امروز همون تو رست یا نه؟ ما را زهر جور کرده یا نکرده؟ ما را زهر جور کرده. توسط چی؟ تبلیغات. محمد ابن عبدالوهاب به مردم زهر جور کرده مردم یا نکرده؟ عجیب نیست؟ خو انسان تحقیق باید بکنه، جستجو باید بکنی. تو همین مسئولیت داری. در حق ما که مردم چیزی برات گفت، تو خود برو با چشم سر یک دفعه مجلس معاینه کو، ببین هر گپی که قابل انتقاد است علایده در کتابچه نوت کو. خیر است در پیش مردم نه گوشه. مولوی صاحب وقت داری؟ یک 10 دقیقه قطعت کار دارم. 10 دقیقه که آمدی مولوی صاحب تو اینی سخن گفتی، در ذهن من گمان میکنم همین سخن همین قسم نیست. اگر من دلیل داشتم واقعیت تو بپذیر، اگر نداشتم گپی تو قوی بود بس سر رو چشم میپذیرم. ما خود دعوای پیغمبری نکردیم که معصوم هستیم، سخن ما هیچ خطا نمیشه. پس تا سخن ما خطا میشه. ما نه از ابوبکر بلند است، نه از عمر رضی الله عنه سوال میکنه در مجمع صحابه اگر عمر خطا شود کی است که خطایی عمر راست بسازه؟ یک آدم دیهاتی نو آمده بود در این مجلس نشسته بود، خیست شمشیر خدا از امو پوشش کشید، گفت اگر تو خطا بکنی قطعی شمشیر راستت میکنی. عمر رضی الله عنه ثنای الله را گفت الحمدلله الذي جعل في امه محمد صلی الله علیه وسلم من یسدد چیست؟ خطا عمر. ثنا برای الله است که در بین امت پیغمبر کسی را گردانیده که خطاهای و نقصانات کی را راست میسازه؟ عمر. ما خواهزو که در بلند بالا نیست، آسان گپ است.
باز اگر من قطعت مقابله کردم گفتم که مولوی صاحب نمیپذیرم، باز بعد از یک دوستی مرا خبر کو، برش بگو که مولوی صاحب قطعت تو خیلی رابطه داره، اینی جا خطا شده که دوست بیا قطمه، اگر از دوستم نپذیرفتم باز دیگه در مقابلم قیام کن. نفر بگو اینمی طور بیا اینمی جا استاد شد که مولوی صاحب فلانی مسئله غلط است، در مناظره میشین اینی گفت اینی میدان این مردم حاضر است، خلاص که گپ واقعیت معلوم شود. لیکن عجیب است ایج مرا نمیشناسه، ما بین خود میگه الله تبا کنه مولی متوکله، نعوذ بالله. خیرت است کابل در بدر کرده، فلانی را مولی مصطفی را نامای دیگه مولی سیباره میگیره. چرا؟ چی ضرور است؟ چی بددعا میکنی؟ شما دیده؟ شما خو یک دفعه تحقیق بکنی، همین دعا کردن بددعا کردن خو همونطور نیست. پیغمبری الله را الله و نمیکنه، لعنت میگفته نمازای خود در قنوت نازله. الله تبارک و تعالی آیت روان کرد، منع کرد پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیس لک من الامر شیء، نیست برای تو در این مورد هیچ اختیاری پیغمبر علیه السلام، اختیارات برای تو نیست. یا الله رجوع رحمت میکنه سری و مردم توفیق ایمان برش میده، یا است که همونطور الله عذاب برش میده. تو باید معلومات بکنی، نه شیوه یهود نداشته باشیم. شیوه یهود کدام بود؟ قرآن بر ما میگه افتطمعون یؤمنوا، آیا شما طمع داره کسی که اینقدر بیباک نباشه و اینقدر اسیر و بندی خواهشات نفسانی باشه؟ مسلکی از قصه های سابقه معلوم شد. آیا از این طور مردم طمع توقع ایمان میشه؟ نمیشه. پس شما دندانی تانه بکنی از یا جور نمیشه، وقتی تانه قطش ضایع نکنی. افتطمعون، شما طمع داره یؤمنوا لکم که ایمان بیاره به گفته ها و دعوت شما. و قد کان فریق منهم، یقینا یک جماعت از یا بود، یسمعون کلام الله که میشینن کتاب الله تبارک و تعالی را، یا تورات یا قرآن کریم. اینجا مراد از پیش تورات راجح است. ثم یحرفونه، و بعد از او تغییر میدادن همی تورات کلماتش، یا در لفظ تغییر میدادن یا در معنایشان. من بعد ما عقلوا، پس از او که خب میدانستن، یعنی میدانستن که اینمی کلام الله است و کلام درست است و اینمی مقصد و مرادش است. و هم یعلمون، یا میدانستن که اینمی پٹ کردنی ما و اینمی نعوذ بالله تحریف ما گناه بزرگ است و دروغ است، خب باز هم کلام تغییر میدادن. و اذا لقوا الذین آمنوا، زمانی که رو برو میشدن امرای مؤمنا، قالوا میگفتن آمنا، ما ایمان آوردیم. و اذا خلا بعضهم، وقتی که تنها میشدن بعضی از یا الی بعضین، بل امرای بعضی دیگرا، مراد از پیشش علما است، عوامی که آمده بودن در بین مسلمان ها کار مار کردن، پس رفتن در پیش علما. قالوا میگفتن علما امی عوام را، اتحدثون ما، یا شما خبر میده به ما به او اسرار، به او رازها و مطالبی که فتح الله علیکم، گشود الله بالای شما، لیحاجوکم، بخاطر که دلیل بگیرد در مقابل شما، بهی بمو سر و راز و حکمتی که شما بیان کرده بوده، عند ربکم، بنزدیک پروردگارتان. افلا تعقلون، چقدر از عقل بیگانه شده، از عقل کار نمیگیره. عوام که می آمدن اون مسائلی که شنیده بودن از علمای خود و مسلمان ها می گفتن که یقینا دین شما حق است، ما در تورات هم از دانی علمای خود شنیدیم. باز که پیش علما می رفتن، علما تهدید می کرد دواره که چرا بری از او خبر میده که در کتاب امام دین شما قوی است؟ چرا اگر شما خبر بده در پیش الله تبارک و تعالی و مردم دلیل میگه که یا الله، یا در کتابایشان هم حقانیت دین ما وجود داشت، خودی از یا بر ما قصه میکرد. شما چرا خود به خود دستی خود به دستی خود بسته میکنه، خود ملامت دیگران میسازه؟ این کار چرا میکنه؟ این کار نکنه. او عالم یهود الله جواب میده که عجیب است، اگر عوام شما این حقایق به او مردم بیان نکنه، برو بیان نکرد، آیا حقایق همینطور پنهان باقی میمانه؟ حقایق برای الله معلوم نیست؟ از او خاطر الله میگه اولا یعلمون، آیا نمیدانن یا ان الله، که یقینا الله تبارک و تعالی یعلمو میدانه ما آن چیزی را یسرون که پٹ میکنه، پنهان میکنه، و ما یعلنون آن چیزی را که آشکارا میکنه. پیش الله آشکارا و پنهان کلش یکسان است. پس چرا این علما اینقدر بدبخت شده؟ چقدر درس بزرگ است، درس بزرگ میدانه.
اونجا برای ما میگه گپای ما را میگه تایید نکنین، نگویی که مولوی سیب امام میگه، چرا که باز سری شما دلیل میگیره برای ما میگه که شما خودتان همین گپا گفته بودی. این گپا را بری از ما نزنی، پنهان کنی. الله میگه چرا خبر ندار؟ الله خبر نداره؟ تو عقیده بالای الله تبارک و تعالی نداری؟ این حالات یهود بود، پیش مومنان می آوردن حقایق بیان میکرد، خب پیش علمای خود که میرفتن و سرزنش میکردن، تهدید میکردن. نگویی گپایی که شما یاد داره که با سری خودتان. دلیل چی میگه؟ حالی چی میگه؟ ملاها میگه نگو برای از وکی ما از قبر طلب میکنیم. بله در بین ما کسی هسته که مریضه در قبر برده برای شفا دادن. چرا؟ اگر تو باز برش بگویی با سری خودتان چی میگیره؟ دلیل میگیره، سند از خانه خودتان پیش میکنه. این گپ نگی. ما در یک معامله نه به صدها معامله سند پیش کردیم. یک مولوی صاحب گفتم مولوی صاحب این ختم برای پول و پیسه است، اگر پول و پیسه نباشه این ختم نمیشه، اگر نان نباشه ختم نمیشه. گفت چی دلیل داری؟ ما گفتم دلیلش نمیسته، هر کسی که پسان بیا که 4-5 نفر ختم پوره کرده باشه، باز پسان که نفر میاد در نان شریک میشه، امی ختم بالا خیلی قاریشان میاد، میگه کلا را کدو ما گشتاندیم او کلی پیشه که ای میزده. اینطور نیسته، مردم به خاطر رضای الله میره. ما خودی برای تلاوت نمیرفتیم. ما نفر که ما گفتم دعوت میکنیم ما را یا چی رقم؟ اگر دعوت میکنیم شما دعوت، ما دعوت میاییم. در اون وقت میرفتیم که ختمتم گلمش جمع شده میبود. اونجا که رفتیم که می نشستیم دیگه همون مولی و یک بلک نفر ختمه چی کرده بودن؟ هم یک سفید گفت ما همی قدر زور میده همی کسایی که پسان میاد. گفت ما تعالی را ختم نمیشه داری سی که مولی سب قیق قدر شاگردش که در یک دقیقه ختم میکنه آمد این حالی سی که نان ختم ها یک برابر میخوره. این مولی سب یک رقم سرش پایین شد. مولی سب گفتم مولی سب در یاد دیت آمد. حالی او را چی میگه؟ دروغ نگو ما به خاطر رضای الله آمدیم. حاجی صاحب برش چی میگه؟ یقین چی میگه برش؟ یقین بگو که این نان باشه نان نباشه اگر قدم بمانه. ما گفتم این دیگهش جمع کن. ما گفتم مولی صاحب جمع کن. یا این همی طور میگه خب براتان میگه نگوی پیش از وی گپاره که باز از خودتان سند پیش میکنه. شما اینطور نگه تراوی را بگو ما خوب میخوانیم اینطور میکنیم. چرا؟ با سند از خود پیش میکنه. یا الله تو چطور علم هستی؟ الله سری کل کردار علم نداره؟ چه اراده و نیتی داری الله خبر نیست؟ بیایی و منهم امیون لا یعلمون الکتاب. یا تا خیلی کوبنده است، خیلی کوبنده است، درسای عظیم به این امت است. و منهم امیون بعضی از یا امی است، ملایش خونمو کارا را میکرد. کسی که نمیدانه عامیسته و چی میکنه؟ بعضی از یا امیاست. دو ترجمه میکنم. لا یعلمون الکتاب که هیچ علم نداره از تورات، معلومات مسئله را هیچ نشنیده، الا امانیه بجز از ارتکل و خیال. خیال پلو داره، همی قدر میدانه که ما یهود هستیم جنت در تیکه ما هسته، بس همی قدر گپ یاد گرفته خوش هستن. و این هم نیست ای مردم الا یظنون مگر گمان میکنه خیال پلو میزنه میگه ما در جنت میریم، هیچ چیز نمیدونه از کتاب الله، نه عمل سرش میکنه نه معلومات داره، همونطور دل خدا خوش میکنه که جنت از کیست؟ از ماست. الله حالات علمای شام برای ما بیان کرد. عوامشان هم بیچاره با کتاب الله سر و کاری نداره، بعضی خوش هستن که ما یهود هستیم و در جنت میریم. در جنت رفتن به می یک یهود بودن میشه که در عید آذری یهودیا نامت نوشته باشه. پس در این صورت الله تبارک و تعالی مذمت عوام میکنه که ای عوام شما خو امی کتابی که روان کردم تنها برای عالم نیست، این کتاب برای شما هم است، شما مطالب ازی را باید بداره. در این صورت دیگه یک تا قمچینی عبرت سر ما و شما میخوره. حالی امی کتاب الله قرآن تنها در مدرسه و در ملا آمده یا به کل مسلمان آمده؟ چرا ما پشت کتاب الله نمیگردیم؟
از او خاطر مولیس مصطفی را دعا میکنی آنی که برنامه درس قرآن روان کرده، برش دعا بکنی برنامه را امسال انشاءالله در 12 جای ترجمه قرآن کریم روان است. خب چرا؟ قرآن کتاب کلگی است. از چی است؟ کلگی. اگر مولا است، اگر پاچا، اگر دیقان است، اگر شاگرد مکتب، اگر ماموری دفتر است، بگوی اگر وزیری دولت است. کتاب کلگی است. کلگی برش نیاز داره، با کلگی آمده. اگر تو محض اکتفا میکنی الا بلا در گردن مولا هرچی که مولا میکنه، نه باید دل خوش نکو که تو جنت ببینی. جنت برات وقتی میسر بشه که عمل در زندگیت موافق قرآن بکنی و عمل در زندگی موافق قرآن موقوف برای فهم قرآن است که تو در قرآن بشینی آمی باشی، خدا قرآن بشی یک قدر مولای تکره بشی که پرسان نکن، پرسان نکن. ما در شاه منصور ما ترجمه را پیش مولای مذهبی کردیم. خب در سال پیش مولای کی خواندم؟ از امو خاطر کلگی ایران است که مرا چی میگه؟ مولی سیب تو در مدرسه مذهبی خوانده ای؟ ما گفتم بله، الله سرم رحم کرده که در مدرسه مذهبی خواندم، خب حقیقتا برام معلوم شد، ورای حق برام خب واضح شده. هر دو جانب طول کردیم که چه قسم است. اول ترجمه را ما پیش شاه منصور بابا کردیم، الله غریق رحمت کنه. شاه منصور بابا و شیخ پنجپیر و یک کسی دیگه شیخ غلام الله خان رحمت الله علیه، یا کلشان استادشان یک نفر بود، حسین علی پنجابی نام داشت. امی طرز ترجمه را اونمو آدم داشت. امی سه شاگرد خیلی عمده ازی برآمد، شیخ پنجپیر و شیخ شاه منصور و شیخ پندی غلام الله خان، الله هر سه شان غریق رحمت کنه، واقعا خدمتای قرآن کرد. خو لیکن مبارزه خیلی قوی را شیخ پنجپیر کرد. شیخ شاه منصور در دام دیگه مردم افتاد، مسئله را واضح گفتن نمیتونست. من پیشش ترجمه کردم، دعای خصوصی برام کرده. در 9 بجه شب در خانهش رفتم، دعا برام کرده. او امی طلب از پیش کرده بودم که من خادم قرآن شوم، خدمت قرآن بکنم. خو لیکن گپ در کجا آمد؟ قرآن برای کلگی بود. در اونجا در شاه منصور من دیره بودم. یکی از خواهرها که مکمل چیستا نان و چای ما را او در ذمه گرفته بود، بر ما می آورد، سوال برام روان کرده بود. من سوال جواب دادن نتونستم از ترجمه قرآن کریم. خود شامی بود، هیچ نمیفهمید. چرا؟ و 40 سال ترجمه قرآن کریم چی شده بود؟ شنیده بود. این مسائل عادی را خو مکمل یاد داشتن مسئله را، یعنی اینطور مسئله دقیق و باریک به ما روان کرده بود که من ایران ماندم. یک موضوع در چوتا لاهور برش میگه امرای شیخ فضل الله صاحب حیات است، الله عمرش برکت پرته، خب عالمی با انصاف و دانشمند قوی است، مفکوری وسیع داشت. بسیار درسای عظیم از او یاد گرفتم. ترجمه قرآن میکردم، در عین ترجمه نامی مرا میگرفت. سوالی صرف، نحو، میراث، معانی که می آمد میگفت متوکل استاد کجاست؟ جواب دادم میتونی یا نه. یکی از خواهرها یک روز سوال برام از ترجمه روان کرده بود، اونجا خلاص پیکر بود، کلگی و میشنیدن. برام روان کرده بود، عاجز ماندم. چی شدم؟ بگو. عاجز ماندم. ولی او دختر تو دختری خالنده بود، 12 پاس بود که اینی سوال حل بکن. من بعد از بسیار تحقیق و تلاش الا که سوالش چی کردم؟ حل تانستم. قرآن کتاب کلگی است. یک آدم چوپان از کو تا کنه 3 روز در قرآن بشانه، با 3 روز بعد از پیشش سوال بکنی که چی عجیبات برات بیان میکنه. قلبش الله همی قدر روشن میسازه. تو باور بکو در وقتی دلایل، یک قسم دلایل برات بگویه که ایران میمانی کی در کدام مدرسه درس خونده. قرآن همی طور نور است و در هر قلبی که داخل شوه یقینا قلب روشن میسازه. از امو خاطر است که طایفه های که و همیشه مردم از زیر پرده تاریکی نگاه کرده، از ترجمه قرآن زیاد حراس داره نداره. مریدای خدا نمیمانه، شاگردای خدا نمیمانه که در ترجمه قرآن بره. چرا؟ به خاطر که میفهمه که قرآن اینطور یک روشنی است که باز حقیقتا کلش برش چی میشه؟ واضح میشه. از همون خاطر نمیمانه. پس قرآن کتاب عامیاست و از علماست، از کلگیسته.
اگر ما اکتفا به دکانداری و کار روزگار دفتری خود میکنیم در قرآن در ترجمه قرآن نمیشینیم، اونمو امیونی هستیم که همیشه خیال پلو زدیم. چی زدیم؟ خیال پلو که در جنت میریم. نه، در جنت رفتن نمیتونیم. تو یک ترجمه بود. دوم ترجمه، قرآن یاد داره، خو از لفظ یاد داره، پشتی مطلب نمیگرده. الله رحم بکنه امروز امو مرض دا جامعه ما خیلی زیاد شده، او مرض بسیار زیاد شده. و منهم امیون، بعضی از این مردم ها امیسته، نمیخوانه نمیدانه. لا یعلمون الکتاب، نمیدانن از کتاب الله الا امانیه، بجز از تلاوت و قرائت. فقط تلاوت و قرائت یاد داره، دیگه امیستن. و اینهم نیست این مردم ها الا یظنون، نیست یا مگر گمان کننده است، گمان میکنه که محض تلاوت قرآن کریم سبب نجات ما است، حالان که محض تلاوت سبب نجات شده نمیتونه، بلکه تلاوت دومین حق قرآن است. اول حق قرآن چی بود؟ تصدیق قرآن، ایمان به قرآن. دوم چی بود؟ تلاوت. چند حق دیگه باقی مانده؟ تعلیم قرآن کریم، برنامه عملی قرآن کریم، دعوت به سوی قرآن کریم. سه حقوق باقی مانده. خدا نجات یافتن نه شمار نکو. الله در اینجا مذمت قاریا و حافظا را میکنه و حفاظی که محض الفاظ قرآن کریم حفظ کرده و بعد از او در یک ترجمه قرآن هم نمیره، مطلب قرآن نمیفهمه. الله میگه این مردم فکر میکنه که ما نجات پیدا کردیم، نجات پیدا نکرده. چرا؟ به خاطری که قرآن هدفش تزکیه است. هدف قرآن چی بود؟ او تزکیه کی میه؟ که ما سر قرآن عمل بکنیم. عمل سر قرآن کی میه؟ که ما قرآن بفهمیم. که قرآن نفهمیم عمل شده میتونه؟ تزکیه آمده میتونه؟ هدف نزول قرآن کریم که خیلی زیاد هدایت بود، کی حاصل شده میتونه؟ اینجا است که الله تبارک و تعالی مذمتی تون مردم بیان میکنه. امروز راستی تانه بگه مسجد ده مسجد دارالفاظ است یا نیست؟ برای درست کردن الفاظ اینقدر کوشش ها روان است. تنها یک قاریس برکت الله به هزارها نفره بگه تجوید و ناظره یاد داده رو ایسته، دیگر خب بگذار. کوچه به کوچه دارالحفاظ و تعلیم القرآن داریم. خب لیکن مقصد قرآن وجود داره؟ تعلیم قرآن که مطلب قرآن بیان شما وجود نداره. از همون خاطر شاگردای ما در کدام جایی که میره، من یک روز گله کردم با شاگردای خواهرها که قطعا زیاد درس خوانده، حالی الحمدلله توانایی ترجمه و حدیث، درس حدیث داره. دو جای ترجمه توسط خواهرها هم الحمدلله شروع است. فی الحال دو جای. این ارمان ما ان شاء الله پوره شده و پوره میشه. دیگه هم امید دارم که روزی باشه که خواهرها هیچ ضرورت نداشته باشه که برای مرد بشینه و درس قرآن و حدیث بشنوه. نه، خودشان برای خودشان ترجمه بکنه، آزاد، سوالای آزاد کرده بتانه، مسائل آزاد گفته بتانه، همه حالات خود خوب واضح گفته بتانه. دیگه من گله کردم که درس قطمه خوانده، باز میره درس تجوید میده، لفظ قرآن کریم سرشان صحیح میکنه. برای تصحیح لفظ قرآن کریم و تجوید صدها نفر وجود داره. ما از شما توقع داریم که معنا و مقصد قرآن به مردم بیان کنه. امی وظیفه و مسئولیت ماست. خود فریب ندیم. 20 نفر دیگه موجود است و وظیفه را پیش میبره. اما وظیفه تو را یک نفر وجود نداره. تو خود در 20 نفر شمار نکو، در یک نفر خود بده و یک نفر برابر 20 نفر کار بکو که الله برات برابر 20 نفر اجر بده. 20 نفر اجر. امور دین نمی قسم است. امور دین نمی قسم است. بله، برای مسابقه 100 تجار در میدان میآید. خود تو مسابقه در میدان بیا اینطور برنامه را در پیش بگی که اگر وا 100 مرتبه مسابقه را بگیره، تو نیم مرتبه گرفته باشی، ثواب تو از او بالا باشه. مؤمن نمی قسم دک فکر میکنه، تأمل میکنه که کدام راه خیلی برای کامیابی ماست. قرآن برای ما اینجا میگه معلوم شد که عامل بدبختی و نعوذ بالله خطا شدن یهود چی بوده؟ اکتفا کردن به تلاوت چی؟ کتاب. فقط نه عملی کردن سری خود و نه فهمیدن و نه خود پاک کردن. نجات یافتن یا تباه شدن؟ تباه شدن. قرآن کریم هم اینطور میگه. از دو خاطر الله بعد از او میگه فویل للذین، هلاکت و بربادی است
للذین با او کسانانی که یکتبون الکتاب نوشته میکنه کتاب بایدیهم به دست خودشان ثم یقولون بعد از او میگویا هذا من عند الله ای از جانب الله تبارک و تعالی است. این اسقاط نوشته میکنه او را باز با مردم میگه که این شریعت است. میلاد از خود نوشته میکنه میگه این حکم شریعت است نوشته میکنه. در یهود هم همیطور مردم بود، امروز هم همیطور مردم وجود داره. حکم خودش نوشته کرده، حکم کی معرفی میکنه؟ الله. تالی را ما و شما اسقاط چی میگفتیم؟ بگوی اسقاط حکم الله و رسول میگفتیم یا نه که جور کرده یک عالم یک انسان؟ بگوی. ما گفتیم که البته از الله و رسول است. اولی بفهمیم که جور کرده کی هست؟ یک صدقه فطره به مولا دادن این حکم کی میگرفته؟ شریعت میگفته یا نه؟ اولی فهمیدی که حق برای کی است؟ مسکین. حالی را نمیفهمیدیم، اولی میفهمیم. قرآن امیره میگه فویل للذین، لاکت و بربادی باشه و کسانی که یکتبون الکتاب نوشته میکنه کتاب بیدیم به دست خودشان ثم یقولون بعد از میگوین برای مردم هذا من عند الله ای از جانب الله است. احکام علمای یهود از خود نوشته میکرد برای عوام بیچاره میگفت که از جانب الله است، ای از جانب الله است. چی میگفتن؟ مرده که میشد میگفتن 40 روز ای اروای مرده میآید، یک چیزی باید خیلی مکلف برش نان جور کنی و ای را در خانه مناسب رای کو خب بی میوه نباشه. 40 روز ما تو فکر میکردیم که حکم شریعت است. مناسب گفته چی میگه؟ ای 40 روز که طعام در خانه روان میکنی بسیار ثواب زیاد داره. در کدام حدیث است؟